سوال دیگر دادم، گفتم با دختر فاتحه شدم، با تلفن صحبت کنم جایز است جایز نیست؟ اکو فاتحه ولی این معنای زندگی و معنای نکاح را نداره. فاتحه هست که سالها دوام میکنه، فاتحه های هست که ای فاتحه با مقصد گشتگی هست، فکرهاشون عوض کردگی هست. برای همین خواهر دادری در حالت فاتحه باید دیگر صحبت نکنه، اجازت نیست. استاد جان گفته است در یگان آیت قرآن آمد است که نصرانی ها برادرهای مسلمان ها هستند و همچون یک لفظ برادر نه آمده است، لیکن شما اگر در بسیاری از سوره ها مثل ممتحنه آیت 8 بینید، خدای مهربان در حق نفرهایی که نصرانی هستند، یعنی اونها مثل مسلمان نیستند، در حق اونها نیکی کنین زمانی که ضرر زیانشون به شما نمیرسد، شما مقصد در حقشون نیکی کنین گفتگی، یعنی اجازت آمده است که ما با اون نیکی کنیم، ما با اونها همکاری کنیم، ما با اونها همسایه‌داری کنیم، حتی بین که از اونها زن گرفته و نکاح کرده و یک زندگی را مقصد برقرار کردن اجازت داده است. برای همین همین معنای چی را دارد؟ معنایی که دین اسلام بزرگیش در همینه که با همه دین ها، با همه مردمی مثال گویم الله مهربان آفریدگی، با همش همکاری، همنشینی، نیکی کردن الله مهربان برای ما رخصت داده است و اجازت داده است. برادری گفته است که برادر عزیز، استاد عزیز، همین اصول دین من چند قسمه؟ اصول دین من چند قسمه؟ در مسئله اصول دین از بس که مردم تاجیک ما یک کتابچه بسیار از وقتش همین استادا درس میدادن، فرض عین گفتگی کتابچه بود، در همونجا در ته کرسی هر یک همین طالب علم و داملو میخواندیم اصول دین برادر 8 قسم است. لیکن من برای شما آن چیزی را که مهم و ضرور هست گفتنی هم که اصول دین اگر بگیم برادر 7 قسم است، اینش هم به خطا، اینش درسته. مثل که میگیم که الایمان بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و البعث بعد الموت. ایمان اصول دین، ایمان به الله آوردن، ایمان آوردن به ملائکه های خدا، ایمان آوردن به کتاب های خدا، ایمان آوردن به همه پیغمبرایی که الله فرستاده است، ایمان آوردن به این که تقدیر نیکی و بدی در دست الله است و ایمان آوردن بر این که زنده شدن بعد از مردن حق است. اگر برادر یا خواهری همین اصول گفته اصل دین میگن، اصل دین ما، یعنی اصل دین ما همین است که ما به الله، به ملائکه هاش، به کتاب هاش، به پیغمبراش، ببینید اگر به روز آخرت که قیامت هم حقه و تقدیر نیکی و بدی از خدا و زنده شدن بعد از مردن، انمی اصول دینه، انمی اصل دین ما همیه. به همین چیزا اعتقاد کن، به همین چیزا باور کن، به همین چیزا سری تسلیم فرود بیار، انشاءالله تو دادر عزیز یا خواهر عزیز اهل جنتی. اصل دین ما همینه.
استاد جان طرز درست سلام دادن بر ما فهمونی. طرز سلام درست. ما حدیث داریم حضرت ابو داود و حضرت امام ترمذی اسنادش صحیح میگن و راویش حضرت عمران ابن حسین میگه جاء رجل الى النبی صلی الله علیه وسلم و سلم السلام علیکم فرد علیه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10 ثم جاء الآخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم 20 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم 30. برادران و خواهران عزیز، یک نفر پیش پیامبر آمد گفت السلام علیکم. پیامبر گفت و علیکم السلام. حضرت جواب شده گفت در جایت بشین، خداوند با این سلامی که تو دادی 10 ثواب داد. همین زمان بود میگه یک نفر دیگه در آمده و گفت السلام علیکم و رحمت الله. کلمه رحمت الله را اضافه کرد. او برادر فقط السلام علیکم گفت 10 ثواب گرفت. اینش و رحمت الله را هم باز اضافه کرد، جمع کرد. پیامبر گفت که و علیکم السلام و رحمت الله. بعد حضرت شناندش گفت خداوند به تو 20 ثواب داد. همین زمان بود که یک نفر دیگه در آمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این برکاته را اضافه کرد. پیامبر گفت و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و در جا شینانده شد و خداوند به تو 30 ثواب داد. یعنی 3 نوع سلام. اگر ثوابی 10 ثواب میفوره بگو السلام علیکم، 20 ثواب میفوره و رحمت الله ش اضافه کن، 30 ثواب میفوره و برکاتش اضافه کن. میشود هر سه سلام ها اجازتا 10 20 30 ثواب در 3 نوع سلام برای ما و شما الله مهربان نصیب میکنه. اصلا همین معنای سلام برادر عزیز، وقتی من یک کسا میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یک مقصد برادر فکر نکنی که من یگان در حق تی یگان بدی میخوام، یا که فکر نکنی که من مقصد یگان اعتقاد عقیده بد دارم. نه، معناش میدانی چیه؟ من میگم که درود و رحمت ببینید و برکات الله بر جان تو باد. یعنی معنای انمی سلامی که من واضح برای شما فهماندم همین است: رحمت الله، درود الله، برکات الله بر تو باد. انمی معنای السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سلام در حالت ملاقات هم میتیم، در حالتی که من این موعظه را بود کردم یا با یک کس تلفنی بود کردم، باید در آخرش هم پیامبرم چی گفت که بگو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آخری سخنتم با همین افتتاح سخنتم، ابتدای سخنتم باید با همین سلام آغاز شود و تمام شود. استاد پیغمبر ما گفته است که با 5 چیز نگاه کنی عبادت است. آیا اونها کدامند؟ دادر یا خواهر عزیز، من این چیزا نیافتم. راستی شما در کجایی که اگر گوش کرده باشین، من راستی نیافتم که با 5 چیز نظر کردن مقصد ثواب داشته باشه. فقط در 3 چیز نظر کردن انا یافتم که لیکن حدیثش ضعیف است، ولی در باب فضایل استفاده بردنش یگان گپی نیست. راویش حضرت عایشه مادر ما بوده است. یکی گفته است انا
نگاه کردن در چهره پدر و مادر، دوم نگاه کردن در قرآن، سوم نگاه کردن در خانه کعبه. همین سه چیز در اگر انسان میخواد با یک نظر رحمت نگاه کنه، با یک نظر امید کننده، با یک نظر نیک اگر در میان نگاه کنه، میگه اینها میگه اجر و ثواب داره. یکی چهره پدر و مادر، دیگری قرآن، سوم خانه کعبه. باز یافتم جناب دیلمی در فردوس آورده است، گفته است یعنی 5 نوع عبادت هست. یعنی نظر نگفته است، گفته است 5 نوع عبادت وجود داره. یکم کم خوردن، این عبادت است. دوم در مسجد نشستن، عبادت است. سوم گفته است که نظر کردن در کعبه، عبادت است. چهارم گفته است نظر کردن در قرآن، عبادت است. پنجم گفته است در چهره یک عالم نگاه کردنم، اینم عبادت است. این جناب دیلمی در فردوس آورده است که همین 5 نوع عبادت گفته است وجود دارد. خب اینجا گفته است یک کسی دیگر که مادری که فرزند را از دهانش حقارت میکند، آیا این مادر دعاش قبول می شود یا نه؟ اکنون دعای پدر و مادر قبول می شود. 3 دعای هست که میگه، یا 4 دعای هست که رد نمی شود. یکی دعای مظلوم. یک آدم وقتی که ما در حقش جبر میکنیم، در حقش ظلم میکنیم، بعدا مقصد او دستش برداره پیش الله مهربان و در حق ما دعای بد کنه، خداوند میگه من دعای را قبول میکنم. دوم میگه دعای مهمان. دعای مهمان هم مقصد یعنی در حق خاندار وقتی دعا میکنه، دعاش خدای مهربان قبول میکنه. سوم دعای مسافر. مسافر هم اگر دعا کنه، خداوند دعاش قبول میکنه. چهارم میگه دعای پدر و مادر در حق فرزند قبول میشه. لیکن به سبب حقارت‌های کردگیش فقط اخلاق شما فرزندا را ویران میکنه و در پیش خداوند گناهکار میشه. لیکن از دعاشون برادرها احتیاط باشیم و حرمتشون را به جا بیاریم. خب استاد میگن یگان چیز گم کنی برای کرخطش کن. نه، کرخط اجازت نیست. همین سوره فلق برادرها بخونین، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. ببین خداوند به پیامبر امر کرد که تو مقصد چیکار کن؟ پناه طلب کن. انمون رشته های در وقت گره می اندازن شوف بکنن، از انمون تو به سوی پروردگار پناه طلب کن. برای چی مالت که گم شد برادرای عزیز و گرامی، همیشه دعا که فقط در عوض فقط دعا آمده است. خدای مهربان آن چیزی که از من گم شد، آن چیزی که دست من رفت، پیدا کنندهش فقط ذاتی تو است. الله مهربان دعا کن، الله را فریاد کن. انشاءالله اگر خدای مهربان همون را در نصیبت اگر گردانده باشد، دعات قبول میکند و همون مال تا مقصد میرساند. فقط به دعا. خب یعنی این بود سوال هایی که خواهرها دادره از در پیش من بودن. الحمدلله رب العالمین که من چیزی که از انا فهمیش و دانشم بود برای شما رسانیدم. خداوند توفیق تان دهد که آن چیزی را که شنیدین شما عمل کننده باشید. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.